خالیار نورماتوف ساکن 41 ساله نویای قبادیان که یک روز پیش بر اثر ترکش و سوختار در نقطه فروش سوزشواری اوریونفت در کوچه اسماعیل سامانی این نویه جراحت برداشته بود، روز 22 فوریه در بیمارستان درگذشت. در این باره برای جای آزادی از حکومت نویه قبادیان خبر دادند. بر اثر ترکش و سوختار نقطه فروش سوزشواری در قبادیان 14 نفر جراحت برداشتند. خبرگزاری خاور خبر داد که 6 تن از زخمیان را که جراحتشان سبکتر بود الکی از بیمارستان جواب دادند، ولی بقیه تحت طبابت باقی میمانند. شب گذشته معاون اول وزیر تندرستی غفور محسن زاده به نویه قبادیان آمده در بیمارستان با رفت طبابت آسیب دیدگان شناخته شده است و با آسیب دیدگان و نزدیکان آنها صحبت کرده است. رادیوی آزادی روی خط 13 از زخمی این فلاکت در نویه قبادیان را نشر کرد و گفت وضع باز 2 نفر آنها وزنین گفته می شود. در بین آسیب دیده ها زنان نیز هستند. فخرالدین تقوی مرادوف 22 ساله، پروینه زاکرova 22 ساله، ولیجان منگلیف 22 ساله، رجب مالایف 24 ساله، جمشید طلیبوف 25 ساله، الهام عمروف 27 ساله، طاهر اسماعیل زاده 30 ساله، مرجانه بیکنظرova 36 ساله، خورشید ارگاشف 39 ساله، دارینه 39 ساله، باطر تقوی مرادوف 57 ساله، محرم جورایova 59 ساله، طاهر بردی مرادوف 64 ساله. مرکز مطبوعات کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که 21 فوریه سال 2022 ساعت 15:04 در نقطه فروش سوزشواری شرکت اوریونفت واقع در کوچه اسماعیل سامانی نویه قبادیان ولایت ختلان در نتیجه ترکش ظرف نگهداری گاز مایع سوختار به عمل آمد. برای فرو نشاندن سوختار که مساحت 280 متر مربع را فرا گرفته بود، 6 ماشین سوختار خاموشکنی سفر بر کرده شد. در نتیجه این فلاکت 14 نفر مجروح شده، 7 نقلیات سبکرو ضرر دید و همچنین 2 چهارراه کلان شاخدار تلف یافت.